سلامی چو بوی خوش آشنایی بدان مردم دیده روشن. درودی چو نور دل پارسایان بدان شمع خلوتگه پارسایی. خب ما امروز قرار در مورد خواسته هایی که از خدا داریم صحبت کنیم. بریم سراغ یک دیالوگی که خیلی معروف و محبوبه و بیایم بررسیش کنیم با سنت خودمون، دین خودمون و فرهنگ و آیین ایرانیمون. I asked for strong and God gave me difficult to make me strong. I asked for wisdom and God gave me problems to learn to solve. I asked for prosperity and God gave me a brain and brawn to work. I asked for courage and God gave me danger to overcome. I asked for love and God gave me troubled people to help. I asked for favors and God gave me opportunities. I received nothing I wanted. I received everything I needed. My prayers were answered. خب بریم سراغش ببینیم چی گفته. I asked for strength. Strength means استحکام و قدرت. من استحکام و قدرت خواستم و خدا به من سختی عطا کرد تا قوی شوم. ما یک آیه قرآنی داریم، توی قرآن خدا گفته دیگه همان انسان را در سختی ها آفریدیم و در جای دیگه هم گفته اگر میدانستید که بابت تحمل سختی هایتان پاداش بزرگی برای شما ذخیره شده است هرگز محزون نمی شدید. I asked for wisdom. من حکمت و خرد خواستم. And God gave me problem to learn to solve. و خدا مشکلاتی به من داد تا یاد بگیرم حلش کنم. حافظ میگه از چرخ به هر گونه همی دار امید و از گردش روزگار میلرز چو بید. گفتی که پس از سیاهی رنگی نبود، پس موی سیاه من چرا گشت سفید. پس خدا مشکلات رو به ما داده تا بتونیم حلشون کنیم که به خرد و حکمت برسیم، به دانایی برسیم. I asked for prosperity. من سعادت و رفاه خواستم. Prosperity، سعادت و رفاه. And God gave me a brain and brawn to work. A brain and brawn to work. و خدا به من مغز و نیروی عضلانی داد تا کار کنم. ای نسخه نامه الهی که تویی و ای آینه جمال شاهی که تویی. بیرون ز تو نیست هرچه در عالم هست، در خود به طلب هر آنچه خواهی که تویی. خدا تمام خواسته هایی که ما ازش داریم و در وجود خودمون قرار داده. مولانا خیلی قشنگی میگه. I asked for courage and God gave me danger to overcome. Courage means شجاعت. من شجاعت خواستم و خدا به من خطراتی خطراتی داد تا بر آن overcome غلبه کنم. لیکن چه توان کرد که قوت نتوان کرد، با گردش ایام به بازوی شجاعت. دل در هوست خون شد و جان در طلبت سوخت، با این همه سعدی خجل از ننگ بضاعت. اینجا هم سعدی خیلی قشنگ از شجاعت و سختی هایی که ما در راه رسیدن به هر چیزی که نیاز داریم صحبت میکنه. I asked for love. من درخواست عشق کردم. And God gave me troubled people to help. و خدا افرادی سر راهم قرار داد تا به آنها کمک کنم. Troubled people، افرادی که نیاز به کمک دارن. امروز که بازارت، اینجا حافظ خیلی قشنگه، این بیتش خیلی دوست دارم، از بیت‌های مورد علاقه خودم. امروز که بازارت پرجوش و خریدار است، دریاب و بنه گنجی از مایه نیکویی. و دائم گل این بستان شاداب نمیماند، دریاب ضعیفان را در وقت توانایی. I ask for favors. من درخواست لطف کردم. And God gave me opportunities. و خدا به من فرصت و زمان داد.
لطف خدا فرصت و زمانیه که در اختیار ما گذاشته برای زندگی روی این کره خاکی. شب صحبت غنیمت دان که بعد از روزگار ما، بسی گردش کند گردون، بسی لیل و نهار آرد. اینم از حافظ بود. So I received nothing I wanted. من هر چیزی که خواستم نرسیدم. I received everything I needed. من به چیزهایی که نیاز داشتم رسیدم. My prayers were answered. تمام دعاهای من مستجاب شد. چون خدا هر چیزی رو که ما خواستیم در درون ما، در محیط زندگی ما قرار داده. به افتخار خودتون.